من تو قم یه دکون 42 داشتم، داره قالی وارد می‌کردم. این دستگاه قالی رو زدم، آمدم بیرون دیدم دوچرخم نیست، دوچرخمو دزدیده بودم. رفتم خونه بغلی، داره بعدی رو بار بزنم. یه خانم محترمی مادری آمد اونجا، گفت آقا اوس مرسا. گفتم بله. گفت من یه بچه دارم مدرسه نمیره، هر روز میزننش، دعوا میکنه، این بر اون بر، گرفتارم کرده فلان، اینا سوم ابتدایی خورده راها کرده نمیره، میشه اینو ببری تو مغازه شاگردت بشه؟ گفتم باشه. آدرس من سر کوچه رهبر روبرو مرسه خدیویه، بیاد اونجا، دکون 42 دارم، بیاد اونجا. فردا صبح من دیدم ایشون اومد با دوچرخه دزدی من. عبدالله بیغم، روح شاد، بهش افتخار، روح شاد. واقعا یه پدیده بود، واقعا یه بچه‌ای که دو دمپاییاش یکیش آبی بود یکی قرمز، دو لنگش با هم رنگش متفاوت. آمد به روش نیاوردم تو دوچرخه‌ای رو که من دیروز گذاشتم اونجا، تو دزدیدی، امروز اومدی شاگرد من میشی. به روش نیاوردم، با عشق با هم کار کردیم، هرگز بروش نیوردم، با عشق با هم کار کردیم. این عبدالله بیغم وقتی من آمدم تحول کار تحول آمدم تهران، اولین کارخونه ماشین‌های زرند رو زدم، بعد ریختگری شدن پارس زدم، این آوردم بالا کنار خودم. و این سواد درستابی نبود، ولی یک پدیده‌ای تو حوزه ارتباطات بود، پدیده‌ای بود بی‌نظیر و من هرگز دیگه نظیرش رو پیدا نکردم. عمده از موفقیت من رو، زیر ساختای موفقیت گروه زر اگر باشد رو، این عبدالله بیغم عزیزم گذاشت. روح شاد، اینا پدیدن. همین آدم با اون شروع انتهاش اینجا. اگر الان به دنیا بود شاید 10 برابر من برتر از من، جلوتر از من.